در بخش مالداری، در بخش آبیاری، در بخش منابع طبیعی و در بخش حفاظت جنگلات، در بخش باغداری، در بخش غلجات، در همه بخشا پلانات جور کردیم. پلانای سال آینده خود جور کردیم. قدم اول رفته در قندهار با همراه امیرالمومنین صاحب شریک کردیم و اونا را یک به یک همه پیشنهادهای خود، طرح خود تفصیل دادیم. اونا هم خوشحال شدن. امیدوار هستیم که سال آینده در بودجه سال آینده ای در شود، در بودجه انکشافی وزارت زراعت در نظر گرفته شود تا ما بتوانیم که از این حالت موجوده که بهتر و سالمتر مدیریت و راهنمایی برای دهقان و مالدارای افغانستان کرده بتانیم. و خصوصا هم این شب روزا که هستن، شب روزی هستن که آینده ما و شما را سرسبز می سازن. شب روزی هستن که آینده ما و شما را از روی درخت و سبزیجات آباد می سازن. یعنی مراد از او هستن که وقت نهال شانی هستن و در همه ولایت ها ما توزیعات نهال داریم و افتتاحش هم معینای ما رفتن و در هر ولایت ها کردن و فعلا در همه افغانستان یگانه کار مختصی که کارمندای وزارت زراعت و مسئولین زراعت متوجه هستن و نهال شانی هستن تا ما بتوانیم که این سال یک سال خوبی هم آمد، بسیار سال بارانی و پر رحمت و البته از این طرف درد تکلیف هم داریم، از این طرف خوشبینی هم داریم که خوب سال آمده تا که ما بتوانیم که از این سال پر آب و پر برکت استفاده سالم بکنیم.